السلام علیکم دوستان عزیز و پادپیشکان کانال بختیار تیجی برادران خواهران عزیز و محترم. امروز به نهایت خبری مهم برای شما میرسانم که البته یک درخواست است، یک دعا است، یک چیزی هست که همه برادرمان به همه چیز انشالله نیاز داره و روزهای میشود که ما هم به این سخنان نیاز داریم. خب طول یک چند روز می شود که برادرمان کالیای تاجیک در کنج ترمه، در کنج زندان، در کنج این دوزخ محکوم شده است. و برادر قندم کالیای تاجیک با حاجی کامران گفتنیم که الله مهربان هر کجایی که باشه نباشه، سرت درد نبینه، دشمنات باشد زیر و زبور گردانه، دشمنات باشد زیر و زبور گرداند، دوستات پرنور. دوستان عزیز مهربان، همون یک دونه لایک به پول میگذاریم و ویدیو را تا آخران پیرهگیری میکنیم. علیکم برادرها بسیار شما سمیوان پرسیده. سمیوان 100% اورигінал 60 мода 8 تا 12 کیلوگرم کورس چنشته پچکا استفاده میبره. فربی میکنم. مرحمت برادرها کدمی در کورس زنگ زنه با همه شهرها در صفحه میکنیم. ای برادر کالیای تاجیک ما یعنی حاجی کامران یک بلاگر بی‌نهایت مشهور بوده، سالهای دراز در خدمت مردم بود. خب یک چند روز پیش یک زن، یک مادر مراجعت میکنه که برادر قندی مرا فند کردگیان بیا میسومی مرا گیرته. خلاصی کار میرود جنگ و جنجال разбор. оказывается это женщина мошенница. یعنی این زن، این مادر اکای حاجی کامران با تهمت گرفتار میکنه، پستوش میکنه. بگیم حاضر این برادر قندی ما در کنج زندان است. خب چی گفتنی ما بسیاری برادرها ویدیو کردند، از آن جمله بابای لنگری برادر قندم و بابا جان 88 و بودن بسیار برادرانی که مقصد ویدیو کردند، زبورش کردگین و مبلغ جمع کردستیان برای حاجی کامران. دوستان عزیز، بله متاسفانه این خبرها راست است. کسی که میتواند چین همت خود دستگیری کنه، چون که حاجی کامران هر روز در خدمت مردم بود، در خدمت مردم مسلمان بود که هر روز دستگیری میکرد. خب چی گفتنیم؟ باز یک دو سخن میگم و باز هم میگم و نکیمی شما دا باوری ندارم گم نگم. خب مقصد که هر چی را آغاز است انجام است، آیم و رویم و آیند و روند. هر چی سرشوی داره و اخرت هم داره. مقصد از آن است که هر جایی که گل است زیر گل باز خارم هست. یعنی این برادر قند ما دشمنی بی‌نهایت بسیارم داره. مقصد هر کس شاید پستوا کردنش ممکنه، هر کس زگ ورقتی باشه، شاید یگان چیزی هست که عقل ما شما این چیزا نمیگیره. پروستاتک همین چیز تشکیل شدگی نیست. این کار پیشکی فکر میکنن، پیشکی نقشه میکشن، بعد این همیخی جوان مردارا در کنج زندان میپرتوین. من به حاجی کامران گفتنیم که برادر قند ما مختن نمیشناسم، یگان بار دیدگی هم نیستم و همیقه گفتنیم که شیریناری توجیکی شیرینار به خاطر شیرینار لایک رو میزنیم، ویدیو رو به همه پدیلیت میکنیم. دوستان عزیز که همین برادر قند ما تستر از همینجا ببروی، همین جای دهشت تستر ببروی، باز در روی اکران خندیده در خدمت مردم باشه. دوستان عزیز، خب با همین خداحافظی میکنیم. باقی در پناه الله مهربان باشین. دوستان عزیز، فراموش نکنین که هر یکی ما شما مسلمان هستیم، باید دستگیر یکدیگر باشیم. تا ویدیوی آینده، خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد